بهری بولیدگی هر یکی ما و شما قصه میدیا تقدیم میکند. به نام کیردگاری هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کف خاک، خداوندی که ذاتش بی زوال است، خیرت در وصف ذاتش گنگلال است. بعداً السلام علیکم پدران و مادران، برادران و کل آن شخصانی که این لحظه صدای بنده را میشنوید. راستی مدت‌های طولانی بود که صحبت نکرده بودیم. این هم سبب‌های خود را دارد و امروز تصمیم گرفتیم که یک قصه دردناکی را از زبان یک خواهر ما و شما، خواهر تاجیک ما و شما که قصه کرده است، این پیام را بهر شما بخوانیم. میگوید من یک خواهر تاجیک شما هستم. میگوید مکتب میانه را تنها تا صنف هفتم خواندم. نه سواد دارم، نه کسب و هنر و نه زندگی آباد. پدر ندارم، با مادرم زندگی میکنم. در 15 سالگی با یک جوان زیبا شناس شدم. راستی اینجا نام اون جوان را ذکر کرده است. ما نخواستیم که نام اون جوان را در اینجا ذکر کنیم. خلاص میگوید با یک جوان زیبا شناس شدم. به دام این بچه دخترباز افتیدم. وی با سخنهای شیرین مرا چنان واله و شیدای خود گردانید که دیگر بغیر از آن جوان کسی و چیزی را در نظرم نمیدیدم. ما قریب هر روز با همدیگر وا میخوردیم و بعضا حتی شبانه ملاقات‌های عاشقانه می‌آراستیم. هنگام یکی از چنین ملاقات‌ها در باغ خلوت، آن جوان مرا در روی علف‌ها خوابانده با سخن‌های شیرین و نوازش و مهربانی‌ها عقلم را ربود و من بیعقل بهترین ثروت، ناموس دختری خود را به او بخشیدم. پناه بر خدا. آن جوان بعدی به کام دل رسیده در باغ وصل من اسب تازانده وعده داد که به زودی به خانه امان خواستگار فرستاده مرا به زنی میگیرد و کسی از این سیر آگاه نخواهد شد. به سخنان پر از مکر و حیله او باور کرده من بیعقل باز چند بار دیگر با آن جوان وا خوردم و حامله دار شدم. وقتی که این خبر شوم به گوش مادرم رسید، قریب بود که دلش کفیده جا به جا بمیرد. وی اول مرا خوب دشنام کرد و بعد راه خانه عاشق زیناکارم را پیش گرفت. مادر آن جوان گفت به سر بچه من چی می آیی؟ دخترت را میغون داشتی؟ گویان دغدغه کرد. ولی مادرم هم پس نآمده تهدید نمود که اگر به خوبی بچه اشان مرا به زنی نگیرد، به میلیسه عرض کرده او را میشینانند. بالاخره از ترس به حبس افتیدن پدر و مادر آن جوان یک توی کم بغلانه بیرقص و بازی آراسته مرا کلین کردند. زندگی در این عائله کم بغل برای منی یک عمر گل چیز را خورده و پوشیده بسیار دشوار باشد هم خدا را شکر می گفتم که به آن جوان به شوهر برآمده در نزد مردم شرمنده نشدم. همین طور بعد 7 ماه خانه‌داری من 16 ساله مادر شدم. پسر تولد کردم. گمان داشتم که تولید فرزند عائله ناسالم مرا مستحکم نموده جنگ و جنجال بس می شود. ولی به نشد که بدتر شد. هنوز چیله پسرچم نبرآمده آن جوان برای اندک گپ مرا طلاق داده از در بیرون کرد. همسالانم شوخی و بازی کرده می گردم. ولی من کودک
با کودک نوزاد عذاب سگ را کشیده ایستادند. مقصد از قصه زندگی خود را برای شما کردن این است: از کاری کرده ام بسیار پشیمان هستم و به تمام دخترهای تاجیک گفتنیم که اپاها و خواهران عزیزم، این نامعقولی که من کردم شما هرگز نکنید. بچه های این زمانه نه لفظ دارند و نه رحم و انصاف. اول با مکر و فریب دختر را به دامشان افتاده استفاده میبرند و بعد در نیمه راه زندگی تنها مانده میروند. به عشق این مجنونهای دخترباز باور کرده آب و روی خود و پیوندانتان را در بین خلق نریزانید و حیاتتان را با دست خود نسوزانید. بله دوستان عزیز، راستی خیلی انسان کثیف باشد که برای یک خواهر مسلمان این کار را روا ببیند، چون اون دختر یک پدر است، دختر یک مادر است، خواهر یک برادر است که هزار هوس داشتن با آن، اما تمام هوس و آرزوهای اون عائله را برباد می‌دهی. راستی در همین مورد یک قصه بسیار جالب است. جوانی که دستی به زنا زد و اما در آخر بالاخره چی دید؟ بهر شما برادران در اینجا میگذارم، حتما تا آخر گوش کنید. میگوید جوان در زمان دانشجوییش با دختر عشق ورزی می نمود و عاقبت آن دختر از او حامله دار شد. خانواده دختر این را فهمیده به نزد جوان آمدند و گریبانش را گرفتند. جوان گفت من کاری نکرده ام، روید دختر خودتان را پیش راهشان را گیرید. اگر راضیگی او نمیشد من این کار را با او نمی کردم. خانواده دختر شرمسار از خانه آن جوان بیرون رفتند. عزیزان من، آیا با آن کار زشت و بد این جوان ناخلف در حق خواهر یک مسلمان، دختر یک مسلمان، مادر یک مسلمان با او باز نمی گردد؟ بار یک جوان نزد پیامبر خدا آمد و گفت من میخواهم زنا کنم، آیا بر این اجازت میدهید؟ رسول خدا درود بر او با یک اخلاق حمیده گفت ای جوان، آیا دوست داری که یک شخص با همسرت زنا کند؟ آیا دوست داری که یک شخص با خواهرت زنا کند؟ آیا دوست داری که با دختر و مادرت زنا کنند؟ جوان گفت به خدا قسم هرگز نه ای پیامبر خدا. گفت پس هرچی را که برای خود نمی پسندی، یعنی دوست نداری، به برادر مسلمانت نیز آن را نخواه. خلاص روزها می گذشتند. به روز جوان به خانه آمده مادرش را دید که روی حوله داد میزد و بیهوش میشد. چون او را به هوش آورد باز داد بلند کشیده از هوش رفت. بعد چند چون به هوش آمد میگریست و میگفت خواهرت. جوان گفت چی خواهرم؟ به او چی شده است؟ مادرش گفت خواهرت از پسر همسایه حامله دار است. جوان خون به سرش زد و به خانه همسایه دوید. پسر همسایه را از گریبانش گرفت و داد زد که چرا این کار را کردی؟ پسر همسایه گفت من کار نکرده ام و من نمیدانم چی میگویی. جوان گفت آخر با خواهرم چی کردی؟ پسر همسایه گفت چیزی نکردم، خواهرت را بگیر
که او خودش این کار را کرد. همان لحظه میگوید به یادش آن دختر و خانواده او آمد که وقتی برادر آن دختر گریبانش را گرفته از او میپرسید، از این جوان ناخلف میپرسید، همین طور بی‌پروایانه جواب میداد. دیگر دستش میلرزید و فهمید که آن لحظه ناگوار به سر خودش آمده است و از خانه همسایه بیرون آمد. روزها میگذشتند و جوان با دختری آیله برپا نمود. چون شب اول به نزد عروس در آمد، دختر باکیره نبود، یعنی دختر نبود، دختریش را از دست داده بود. با گریه و تضرع از او خواهش میکرد، از جوان خواهش میکرد که گناهش را بپوشاند تا خداوند او را نیز ببخشد، زیرا به خاطر به این گناه دست زده است و خودش هم پشیمان است. جوان میگوید گریه میکرد و اما دیگر گریه کردن سود نداشت. با امر پروردگار صاحب یک دخترکی دوست رویکی شدند که چون ماهتاب شب 14 زیبا بود و خوش صورت بود. هنگامی که 6 ساله بود، روز دخترش گریه کنان از در آمد. پریشان حال بود و لباسایش خونالود. جوان به سوی دخترش رفت و پرسید که به تو چی شده است؟ فهمید که از سوی نگهبان ساختمان نزدیکی خانه‌اش مورد تجاوز قرار گرفته است. دیگر به خود نمی آمد و گریه کنان می گفت پروردگارا بس است، دیگر بس. این چی روزهایی است که می بینم؟ این همه به آن خاطر بود که آن دختری که در دانشجویی به او دست دراز کرده بود برادر داشت که از این کار شرمسار شده بود و پدری داشت که از این مصیبت دخترش غمگین بود و افسرده حال بود و او را نیز به جوان بزنی دادند که اون جوان نیز میخواست اولین مرد همسرش باشد. پس ای برادرم، ای برادری که این لحظه صدای مرا میشنوید، پیش از آنی که به گناه آلوده میشوی بیندیش، فکر بکن تا خداوند تو را نیز به چنین حال و روز گرفتار نکند. این همه برای آن جوان جزایی بود که در دنیا به چشم خود دید و در آخرت خدا داناست که چه عذابهای او را انتظار است. البته دوستان عزیز، حدیث پیامبر خدا است، سخن از زبان پیامبر خدا است، سخن من نیست، سخن یگان معلم نیست، سخن از زبان پیامبر خدا است که میگوید هر معامله را که در دنیا کردی اون معامله را در همین دنیا انتظار باش. قسم به خدا، سخن پیامبر خدا هیچ وقت دروغ نیست، هیچ وقت. هر چیزی که گفت در همین دنیا میبینی، البته خواهی دید. جان برادر، روزی دراز در سایت با خواهر و دختر و همسر و مادر برادرت در صحبتی آیا بار هم فکر خواهر و همسر و مادرت رو کرده ای؟ این روزها میگویند که جوان دلیا بوده است. قسم به خدا، روز جوان پیدا می شود، جوان دلیاب پیدا می شود که دل خواهر تو را می یابد. قسم به خدا، روز جوان پیدا می شود، جوان دلیابی که دل همسر تو را می یابد، دل مادر تو را می یابد. پس ای برادر عزیز، آگاه باش. آیا می خواهی که مثل تو اشخاص پیدا شوند و آنگونه که با دختران و خواهران و مادران مردم صحبت میکنی صحبت کنند؟ آیا دوست می‌داری؟ آیا می‌خواهی که به ناموس تو یک فاسق ناخلف رسد، در حالی که تو به ناموس برادر مسلمانت میرسی؟ عزیزی دلم، خوب اندیشه کن
و آگاه باش که حالا حیات و زندگی ما در پیش است. حالا هم فرصت داریم، من و تو ای جوان عزیز، حالا هم فرصت داریم. امروز که حیات هستیم، امروز رو که در اختیار داریم، یعنی این فرصت داریم توبه بکنیم. همچون یک برادر خیرخواهتان توصیهتان میکنم که توبه و بازگشت به سوی خدا کنید، یک جایگی و دیگر آن کارهای فسق را ترک نماییم و درستی که امروز یا فردا خواهیم مرد و آنچه که در حق مردم کرده ایم خواهیم دید. عزیزان من، در این باب حدیث ها و قصه های بیشمار وارد شده است که اگر اینجا ذکر نمایم شاید وقت کمی کند. پس به همین خاطر دوستان عزیز، از الله متعال می خواهیم که پروردگار چشمهای ما را نظر کردن از نظر کردن زنهای نامحرم پروردگار نگه بدارد. در آخر سوال می شود، همچنانی که وعده کرده بودیم، بسیار برادران در سوالایی که در موضوع گذشته بود جوابهای بسیار خوب درست دادن. انشاءالله امروز هم تصمیم گرفتیم که یک سوال شود و فکرهای خود را در زیر ویدیو بنویسید. سوال چنین است: سال تولد امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت امام اعظم چند است؟ جواب: 80، 85، 90، 92. فکرهای خود را در زیر ویدیو بنویسید. با شما بودم بنده عبدالله، یکایک شما را از برای الله پاک دوست می‌دارم. خدا یار و مددگار ما و شما باشد دوستان عزیز. و السلام علیکم و رحمت الله.